درود ارجمندان من. به من خبر آوردند که تعدادی تماشاگران شبکه ما تقریبا به 300,000 میرسد. این یک سورپرایز به نهایت ناگهانی و خوشایند است برای من. من ممنونم از شما. این همه سالها مهنت میکنیم، با مشقت برنامه تهیه میکنیم فقط به خاطر شما. امیدوارم که با تماشا کردن برنامه های ما بهره میبردارید و از صحبت های گرم و صمیمانه مهمان های برنامه ما یک غذای معنوی برای خودتان میگیرید. فقط فراموش نکنید اینجا پیسندک است، پیسندک رو زیر کنید. بسیاری ها میگویند که پیسندک یعنی چی؟ لایک. پیسندک رو لایک میگویند و هنرمندی که امروز در برنامه ما است به هزاران هزار لایک شما میارزد. شناخته، محبوب، دوست داری همگان شهزاد دوران در برنامه ما است. من سلام همه شما رو بچه ها، خواهران، عزیزان، برادران به شهزاد میرسانم. تشکر زیاد. تشکر اکبرزی جان. تشکر که باز هم دوباره ما رو به برنامه خود دعوت نمودید. سلام گرم خود رو به همه مخلصانی که ما رو تماشا کرده ایستادن میرسانم. بگذار همیشه سلامت و سربلند باشند و روز خوب داشته باشند. شهزاد حالا قبل از شروع ثبت گفت که اون برنامه بلاهای زیادی رو به سرش آورد. چی گپ شد بعدی نخستین برنامه همان؟ اکبرزی جان چیزی نشد، من شوخی کردم. بیرون از ثبت حرفا رو میزنید و وقتی که ثبت رو شروع میکنیم حرفا رو نمیزنید شهزاد. بیرون اصلا من چیزی نگفتم. چطور؟ این رفیقی که با شما آمد گفت کو اشاره کرد که بعضی چیزها رو نگوید و بلاها رو به سرتان نیارید، یعنی چی؟ راستی که یک مقاله هست که میگن سخن دانسته گوی تا دوست را دشمن نگردانی، زی حرف بی مروت آشنا بیگانه میگردد. هرچند که حقیقت هم باشد ولی بعضی نفران حقیقت رو نادرست میفهمند. به همین خاطر نمیفهمند. گذشتیم. موی سرتون نیز خیلی افزوده است. چی کردید؟ چیکار کردید؟ عمل جراحی انجام دادید؟ موی سر چسباندید؟ اکبرزی جان بگویید. شاید برای من سالیانی سال موی ندارم ولی با من پسند است گوید. نه بگوید. شاید من موی چسبانم. اکبرزی جان من نمیگم که موی سری من رفته است. اکنون برای هر یک هنرمند اکبرزی جان سیمای رول کلان بازی میکنه. بله. سیمای اما هنرمند برای تماشابین خیلی یک چیزی مهم است. همین گونه بالای سر خیلی تنک شده بود موی سرم و سال قبل بود یک دوستای ایرانی ما آمده بودن اینجا و ما قسم بالا یک کم و بیش شنوندیم. به همون خاطر موی سر شکر خداوند که باز به اولا برگشت. مقصد به شکل اولا در ایران انجام دادید عمل جراحی؟ ایرانی ها در اینجا، ایرانی ها در تاجیکستان انجام دادند. خوب. حالا چند سال مهمی دیگر پیشنهاد میکنم. خزینه‌اش چقدر شد؟ عملیات جراحی چگونه گذشت؟ مثلا چند روز درد کرد و اصلا تاب آوردید یا نه؟ این سوال‌های هستند که خیلی مهم. مثلا برای من اگر من موی سر بچسبونم، برای سنگلی میرزویف، برای نجیب الله، برای خیلی از سراینده ها، برای استاد قابل جان ظریف، ما خیلی زیادیم جمعیت بیموی ها. جمعیتی چی میگن؟ آفتاب سر میگن، چی میگن؟ بسیار شوخی هم شد. بله بله. لیکن با بعضی ها میزبد. سال 2010 بود وقتی که روی صحنه آمدم. بعد 2 سال پدر رو از دست دادیم با امر تقدیر و من همونجا موی سر خود رو تراشیدم. لیکن با او خاطر من موی سر خود رو تراشیدم که موی سر بازم افزایش کنه. هم موی سر بسیار ضعیف میشه وقتی که نمیتراشی سن سال که بالا رفته میره موی سر ضعیف میشه و برریختن میداره و همون بسیار برای من خوب شد، تاثیر رساند. لیکن وقتی که در آینه نگاه میکردم بسیار یک کلی خنک شده بودم. بسیار برای خودم بسیار نازیبا بود. لیکن اهل آیله
خانواده میگفتن که خوشرو است و خیلی زیبا، لیکن نه رنجی گفته همین خیلی از روی دل میگه. از روی دل. لیکن بعضی نفران بسیار زیبا میزیبند، مثلا به شما میزیبند و منم از همون ماده‌های شیمیایی که امروز هستن بسیار استفاده میکردم، من زیاد میکردم راستیگه و بسیار تاثیر کلان رسوند و همراه من چندین باز برادرها رفیقای من رفتم اونجا کاری دادن مویسر بسیار کاری عجب زیبا کاری دادی مویسرتون خیلی زیبا شده است. بعضیا میگن که حتی در دوام 3 ماه برقرار شد، 3 ماه تا 6 ماه. ولی این من خزینش همون سوال‌های مهم، خزینش چقدر شد؟ خزینش همون سالی که من کردم 14,000 سومانی بود. 14,000 سومانی. بله. کدام سال بود؟ بله حاضر میگن که باز ارزان‌تر شد. کدام سال بود؟ سال 2023. 23. نه 25 است. همین سال گذشته یعنی. یعنی 2 سال، 1 سال، 1.5 سال قبل. 1.5 سال. خزینش $1,400 همین تقریبا. با آمریکایی حساب کنید همینجا. انا عملی جراحی چند ساعت دوام کرد؟ عملیات جراحی خریب که نمیفهمی که اونجا چند ساعت دوام کرد؟ خریب 10 ساعت دوام میکنم. 10 ساعت. 8 تا 10 ساعت. تو باور دید به طاقت نشدید؟ نه اونجا بسیار همراه ما همو یعنی طبیبانی که به همین کار مشغول بودن پیش از آغاز جراحی با اونها الکی خبر دادن. ولی من در که زیرزمینی سروش میدیا وقتی که شما رو دیدم گفتید که خیلی رنج کشیدید. رنج کشیدم. اما چرا حالا میگید که رنج نکشیدید؟ اونجا با من گفتن که این آقا سراینده است، بگو سرود بخواند، من به همین سرودخوانی مشغول شدم. ولی بعد از جراحی، بعد از عملیات جراحی وقتی که همون سوزندارو وقتی که تاثیرش میاد، تاثیر که گم شد، بعد درد میشد. بله بعد از اون میکشید. 10 ساعت چیزی نمینوشید و چیزی نمیخورید؟ بله. 10 ساعت هم خیلی میخوابید. یعنی که میشینید باز خواب میکنید. فشار پس و بلند نشد؟ فشار میشود، پس میشود. اونجا وای میدهم بعضی داروهای هست که میدن. خوب چند روز درد کرد؟ درد تقریبا 2 روز 3 روز عذاب است. 2 روز 3 روز. بعد دیگر میگذره. نگاه و بین بعدیش چگونه است؟ نگاه و بین بعدی باید حتما طول 1 هفته همون نفرانی که به همین کار مشغول هستند باید سری بیمار رو همون نفرها بشویند و بسیار به مثل یک چیزی که منمی پمیدار کوچل پمیدار رو در زمین میشینونی و نگاه بین میکنی. تخمه رو میکاری؟ تخمه رو میکاری. مقصد باید که نگاه بین میکنی، آب میدهی، همین گونه است. حالا چی؟ حالا دیگه نمیریزه؟ کوشش میکنم که ماده شیمیایی استفاده نبرم. ریختنش بس شد؟ ریختنش خیلی بس شد. خوب است. من خودم در خانه میکنم. دیگر به سالون نمیروید؟ از اون سیاهی های مصنوعی استفاده نمیکنید؟ نه. اما رنگ میزنید؟ رنگ میمالید کم کم؟ نه رنگ استفاده نمیکنم. بعد همون و از همون ماده شیمیایی سفیدی های مویتان نیست؟ سفیدی مو هست کم کم. رنگ میمالید کم کم؟ معلوم است. شما آدم شهزاد جان تمامی نبض میبندیم. کلها یک مراجعت به کلها اگر میخواهید که موی سر بچسبانید و سن خود را به یک 15-20 به عقیب ببرید حتما از شهزاد دوران مصلحت بگیرید. اینستاگرامش هست شهزاد دوران، درایید معامله بکنید و توصیه های رایگان را از شهزاد جان میگیرید. محترم کلها. شهزاد میگذاریم خیلی گفته بعضی نفرها مرا یگان بار من حتی موی سرم کم شد، کل نشد، میدونم تنک شد. من بالای سر تنک شد. پدری من تا دم مرگ موی سرشون خیلی پره بود. اما ژنتیکای مادر میتواند تاثیر برساند؟ طرف مادری هم بگیریم اگر
تقاهایم همه سرمو هستند. اگر در اولادتون کسی هم باشد؟ نه، من به شما باز گفتم میتونم که از همون استفاده بردن همون مواد کیمیایی شد، من 100% میگم که از همون حساب شد. ولی 2 سال است که من از اون چیز استفاده نمیکنم و خیلی خوب است. یک ترانه میکنیم و حال و هوا رو دیگر میکنیم، بعد صحبت رو ادامه میدیم. عزیزان دلی من متوجه باشید یک ترانه زیبا از طرف شهزاد دوران، یک بچه خوب، رفیقی من، دودری عزیزی من. باز شب‌های دراز و باز بخوابی، باز هر دم پیش چشمانم تو میتابی، میگریزم از تو و از غصه‌ات هر کنج دنیا، باز میجویی مرا و باز میابی، میگریزم از تو و از غصه‌ات هر کنج دنیا، باز میجویی مرا و باز میابی، در پسی دیوار حسرتها پناه جویم، قصه عشقت به کس هرگز نمیگویم، خود به خود تکرار سازم اسم تو ای وای، باز خندی از میانی یادها سویم، به تو عادت کرده بودم من به تنهایی، دل بشستم از گناه عشق و سودای، بس کن آخر طاقت مکرت ندارم، بس خون دل نوشم هنوز از درد شیدای، باز شب‌های دراز و باز بخوابی، باز هر دم پیش چشمانم تو میتابی، میگریزم از تو و از غصه‌ات هر کنج دنیا، باز میجویی مرا و باز میابی، باز شب‌های دراز و باز بخوابی، باز هر دم پیش چشمانم تو میتابی. سپاس برای ترانه زیبا. سوال‌های نوبتی ترانه که خوندم این آهنگ از استاد دوران رحمتزاده است. امیدوار هستم که به مخلصان عزیز پسند آمده. البته درود به دوران، ترانه خیلی جالب بود و میگذاریم به قسمت دیگری سوال‌ها اومدن. من میخوام که پیشکش کنم این سوال‌ها را. ماجرا سر زد اطراف فروش و خرید خانه منزلی شما که اونجا زندگی میکنید، در این باره میخوام که معلومات بدید. در این باره نمیخوام صحبت کنم. چرا در این باره نمیخواید؟ در این باره نمیخواید؟ من میدونم که ماجرا سر زد، خونه‌تون رو فروختید، مدت بی خانه بودید. بگویید، همش رو در میون بگذارید. شهزاد، نمیفهمم. آخر این از چی میترسید؟ از چیز نمیترسم. پس حرف میزنید. چرا خونه رو فروختید؟ خواستم که یک خانه کلانتر بگیریم. چی شد بعد؟ و خیلی فریب خوردید. فریب خوردم، ولی باز شکر خدا. چگونه فریب خوردید؟ بیاید امروزها من میدونم که ساخت و ساز و ساختمان در مخصوصا پایتختمان شهر زیبای دوشنبه خیلی زیاد است و ما امروز میبینیم از رسانه ها آزادی نشر میکند، ایشا پلاس نشر میکند، میبینیم مطالب را که یک خانه را، یک منزل استقامتی را با یک مقدار متر مربع با 3-4 کس میفروشند که این خلاف قانون و قانونگذاری است، خلاف قانون است. این مشکل فقط به سر شما نیامد، بسیاری ها میدونند و بیایید راجع به همین مشکلیتون حرف بزنید تا به دیگران درس شود. مثلا آدم هایی که به دام قلابان و فریبگران افتادن احتیاطکار باشند، خزینه های خود را حفظ بکنند. خونه خوب داشتیم در آشیانه دوم، ولی به گپ بعضی نفرها و بعضی رفیقا که در یک جای مثلا نو هست، بینای نو می شود، اونجا می توانی کلانتر. خیلی انسان شیر خام خورد از باور کردیم. عمارت رو ساخته بودند یا نه؟ عمارت حالا
نو یا نیم ساخت بود؟ آغاز نیم ساخت بود. همو ته دیوار اون بود و دوامش نبود و با پول دادید؟ پول دادیم 100%؟ نه 50% دادیم و انتظار شدیم گفتن که سال آینده شما میتوانید بیاید تعمیر بکنید ساختمان خود رو زندگی آغاز کنید. غمگین میشدم. خیلی بعضی نفران خیلی فکر میکنن که یک نفر مثلا سرونده مشهور اجاره نشین است. این برای مثال مردم ما مفکورش بعضی هر کس هر خیلی فکر میکنه. به همین خاطر اینقدر سال چیکار کرده است خیلی فلان بهمدان انا اجاره نشین. حالا که به خبر که مثال ما پول رو برده به وای دادیم با باوری مثال، ولی شکر خداوند که چی شد بعد بالاخره من دیدم که نمیشود. همون نفری که میانه بود میانه بود کسی یک برادر که خطیما همراه بود همون میدونست با او زنگ میزنم من نمیدونم دیگر خیلی خودت بین من از خفه پرابلم های خودم فلان بهمدان خیلی بد رفتم. میانه راوها خیلی خفناک هستند. میانه راوها در اول جلوه میزنند و اشوه میزنند و کار از کار که گذشت در نهایت میگریزند. من ندیدم من نمیدونم. بعد آخر خیلی احتیاط باشید. در آخر من که تو در خودت میدونی و همون پرابلم دوی اسپد بعد راستی گفت شبهای خوابم حرام خیلی بسیار فکر میکردم. بعد همین سال گذشته رفتم نزد همون برادر بسیار خواهش کردم که من میخوام همین جوری بکنم مقصد به فروش بمانه من نمیتونم دیگر دوام دادن. هرچند بعدهای زیاد دادن که تا آخری سال بود میشه سال گذشته بود لیکن من یک روی کردم به وعده‌هاش باور نکردم هم به وعده‌هاش باور نکردم و با ضرر همون رو عوض کردم. بله. چقدر ضرر دیدید؟ خیلی مهم نیست که جان با ضرر گرفتم. انا باز از پسی خلاصه پس گرفتید؟ نه مبلغ رو گرفتم باز رفتم از دیگر جا خونه همین رو در نظر دارم که پول رو پس گرفتید؟ پول رو گرفتم ولی پورا نگرفت؟ نه. توانستید با اون پول باز یک منزلی بخرید برای خودتان؟ نه با اون پول نمیشد که آرزو جان ولی خیلی بولش اضافه کردم باز از یک خیش هم گرفتم خیلی از این قرض کردید؟ لیکن قرض کردم ولی شکر خداوند که قرض رو برگردوندیم. قرض رو کندید؟ بله. خانه رو خریدید؟ خانه رو خریدیم شکر خدا یک سال میشود. ماجرای خانه خاموش شد؟ خاموش شد. در این سالهایی که به خانه بودید خانومتان گلایه نمیکرد که خانه زیبا رو از دست دادیم و چرا این کار رو کردید و چرا این طور شد و غیره؟ در این و هم راضی بودم و هم از کجا میدونست که مثلا این خیلی میشود یعنی همدیگر فهمی بود یا در این زمینه ماجرا سر میزد؟ نه ماجرا نبود و هم میخواست که خانه کلان یک چند خشتبار در بیناهای نو زندگی میکنن در مرکز شهر و گاه می آمدن تعریف تفسیر میکردن که مقصد که حجره کلان است فلان دارد بهمدان دارد و هم حوث میکرد همون و وقتی که من پیشنهاد گذاشتم راضی شدن و اگه ماجرا نبود و ما با هم دیگر فهمید تحمل کردیم خیلی روزهای سنگین گذشت. در این مسئله شتک خورده ها زیادند فقط شهزاد فریب نخورده است میون این همه قلابی ها و فریبگری ها آدمانی زیاده از جمله هنرمندی مردمی تاجیکستان مریم ایسویه و نیز یک خانه را از امارات های نوساخت خریداری کرده است که اون خانه رو بعد معلوم می شود باز با یک چند نفری دیگر فروختند و اون انسانی مسئول در زندان است. چی نمیرسد در این ماجراها؟ من نمیدونم. من با حدی یک روزنامه‌نگاری که حدود 25 سال تجربه کاری دارم فکر میکنم که این شرطنامه ها باید قوه نوتاریالی داشته باشند. اگر قوه نوتاریالی داشته باشند این ماجراها خیال میکنم که دیگر سر نمیزنند. چون در نوتاریوس یک شرطنامه متعلق است فقط با یک نفر که با فرمایشگر یا اینکه اجرا کننده عهد میبندد ولی
ما امروز ها میبینیم که خواهشمندان یعنی خریداران مثل من و مثل شهزاد و مثل شما مثل برخی هایی که فریب خوردند میروند با همون دفتر کاری ساختمان عهد میبندند و بعدا این مسئول فرار میکند، نمیدونم تعقیبش میکنند دیگر، به زندانش میکشند. اما ندیدم که کم دیدم که پولی صرف شده مردم رو دوباره پس بگردانند. خیلی کم دیدم. بسیاری ها تا حال پا به آستان دادگاه و دادستانی ها میبرند تا این ماجراها رو حل بکنند، ولی نه. خیر، اکنون بیایید دوستانی عزیز، من فقط این رو به شما میگم، احتیاط باشید، از هر لحاظ و از هر پهلو بسنجید دقیقاً، بعد خزینه خود رو پیشکش کنید به این یا آن ساختمانچی. یک ترانه دیگر میخوانیم، بعد موضوع رو باز ادامه میدیم با شهزاد جان گرامی. خوش آمدند. یک ترانه دیگر تقدیم مخلصانی عزیز. یک ترانه شوخ بخونم. بله. که طبع مخلصان کمی بریده شد. صحبت ما بسیار من هم میخوام که ترانه خیلی زیاد اطراف ماجراها رفت و من نمیخواستم در این باره هرچند صحبت کردن. شما بسیار کنجکاو خیلی نه، موضوع ها مهمند. مثلا موضوع موی سر خیلی مهم است برای افرادی کل. درست است. بله. موضوع خرید و فروش خانه نیز خیلی مهم است برای افرادی که فریب خوردن و افرادی که نیتی خانه خریدن رو دارند. خیلی مهم است. یک ترانه میخوانیم، باز موضوع های مهم در پیش است. شهزاد دوران. شش تناد مثل پریانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، بر سرت شالی زرفشانه، ماهی من به تو قربانه. شش تناد مثل پریانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، بر سرت شالی زرفشانه، ماهی من به تو قربانه. با تو خواهم گل من بروم سیر چمن، با تو خواهم گل من بروم سیر چمن، نمانه در دل و مرمانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، نمانه در دل و مرمانه، سیاه کاکل ماهی تابانه. شش تناد مثل پریانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، بر سرت شالی زرفشانه، ماهی من به تو قربانه. زلفاتشا نکردی مرا دیوانه کردی، زلفاتشا نکردی مرا دیوانه کردی، لبی تو غنچه خندانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، لبی تو غنچه خندانه، سیاه کاکل ماهی تابانه. شش تناد مثل پریانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، بر سرت شال زرفشانه، ماهی من به تو قربانه. شش تناد مثل پریانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، بر سرت شال زرفشانه، ماهی من به تو قربانه، ماهی من به تو قربانه،
مهمان من به تو قربانه. کیف کردم. کیف کردم. تشکر. فکر میکنم شما هم کیف کردید عزیزان دل من. اکنون می رویم به دوام گفتگوهایمان. بله. کنسرت است. بله. آماده بینی به کنسرت چگونه است؟ در کجا دایر میگردد؟ چگونه؟ با کدام استایل و ترانه ها چگونه اند؟ هر سال که من برنامه کنسرتی پیشکش میکنم، پیشکش مخلصان عزیز، و وقتی که روزهای به شمار میمونند، بسیار من حتی شبهای خوب فراموش میکنم که چگونه میگذرد این برنامه. این مسئولیت شناسی شماست. البته. و بسیاری ها میگن که خیلی چیزی میشوی میگذرد آخه کنسرت از قطار همون برنامه ها، لیکن من فکر میکنم که این گناه نیست. این برنامه که این سال خداوند به همون روز رساند برپا می شود در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جوریف در مرکز شهر دوشنبه روز 9 می ساعت 14. ما چرا این روز را انتخاب کردیم که روز استراحت است. مردم می توانند که در روز استراحت بیان یک کمی هم باشد از غم و سودای روزگار فارغ باشند و یک لحظه استراحت کنند. همین چیز را میخواستم و امیدوار هستم که سرودها قریب کم از سرودها نوند که ارزو جان، و اونجا شما البته همراه ما هستید به حیث راوی. بله، من مجری این برنامه محتشم کنسرتی خواهم بود. بیایید منتظر میمونم. حتما که جالب میگذرد. امیدوار هستم که اونجا باز یک چند سورپرایز هست. امیدوار هستم که برای مخلصان خیلی پسند میاد. لباس ها رو فرمایش دادید برای کنسرت؟ البته. چند بار لباس عوض میکنید؟ 3 بار. همه برنامه‌های کنسرتی من 3 باره. قیمت خریدید لباس ها رو؟ خیلی. چرا میخندید؟ من سوال پیشکش میکنم شما میخندید. من نمیفهمم مفهوم خنده های شما را. من میخوام که بخندم اکا جان دیگه. بخندید دیگه. همیشه بخندید. میخواهم همه بخندند در دنیا. تبسم جهان را فرا بگیرد. بگذار همیشه تبسم میکنن مردم و آرزو میکنم که همیشه مخلصان عزیز ما همیشه در لبانشون خنده باشه. لباس و کالا رو فرمایش دادید یا خریدید؟ یک قسمتش رو خریدم و یک قسمتش رو فرمایش دادم. در کی فرمایش دادید؟ مهم نیست که آرزو جان. میخواید که سورپرایز باشه؟ سورپرایز باشه. من گفتم که ما همه چیزی برنامه کنسرتی رو اگر بگویم روز الکی دیگر هیچ اسراری نمیماند. بله، میخوام که در همون جا ببینن مخلصان و یک کیفیت خوبی ببینن. خوب، آخرین سوال رو پیشکش میکنم و جنبست میکنیم. باشه. ارکین گفت که یک دختر از ازبکستان همزمان به دوی شما می نویسد و اظهار محبت میکند. ماجرا چیست؟ با من ننوشته است. این شاید از شما دروغ میگویید. شاید با ارکین جان نوشته باشند، با حاجی بابا. اما وقتی که ما در این باره حرف زدیم شما تصدیق کردید. نه من در این باره تصدیق نمیکنم و نخواهم کرد که اونجا. چی است؟ این یگان مخلص شما است؟ نه و ارکین جان نه شوخ هستند. کم کم میخوان که شما رو کم کم در همون محفل یک جا بدیم. بگذار خودشون نقل کنن که چگونه بود و چی شد. مخلصتون است؟ مخلصا البته می نویسند. اگه به همگان معلوم است که در حوزه اینترنت تمام دنیا رو فراگیر است. خلاصه چی شد؟ با ارکین فهمیدید که به هر دویتون می نویسد همین گونه؟ نه. اگه آرزو جان من در این باره خبر ندارم. با ارکین جان سوال دهید بگذار پاسخش بگم. یک وقت شوخی میکنن، زیاد شوخی میکنن و ارکین جان بسیار یک شخصیتی شوخ طبیعت هستند و شوخی های زیاد هم میکنن. ما در محفل ها با ایشون همسفر باشی زیغ نمیشویم. که جان بسیاری ها می نویسن، باور کنید از دیگر کشورها می نویسن. ما حق نداریم که یگان نفر ولی مسنجر اینستاگرام رو نمیبینیم؟
نه خیلی جان مسنجر اینستاگرام خیلی زیاد پیامک هست. من نمیدونم کدام مکتب من به شما نشون بدم. بیاید به طور عمومی میبینیم که مخلصان به شما چی مینویسند. لیکن اینستاگرام من فعال نیست. چرا؟ نمیدونم امروز اینترنتی من چی بلای زده من از تلفن خودم تأمین میکنم اینترنت شما رو. بیاید اکه آرزوان بیاید در همین بالا شاید نکنیم. نه خیلی خوب. چیزی قبل از کنسرت نمیخوام تب شما رو خیره بکنم وگرنه من اکه آرزوان مهمانان میان اونجا بخواست خداوند شما میتونید در برنامه کنسرتی سوال بدید اونجا آزاد است دیگه. درست است. خیلی اینا گفته ها رو اینجا گفتیم. اگر چیزی که نگفتیم در کنسرت خواهیم گفت. یادتان باشد 9 می ساعت 14 در شهر دوشنبه تالار فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام استاد اکا شریف جورایف کنسرت شاهزاده دوران برپا می شود. ولی برنامه امروزه ما با یک ترانه خیلی زیبای شاهزاده جان به انجام خواهد رسید. باشد. تا روز دیدار. ای کوکبی حسن ای مهی یک دانه بازای به دست من بده پیمانه. ای کوکبی حسن ای مهی یک دانه بازای به دست من بده پیمانه. دانی که چی تب انتظاری سخت است فردای من و تو را خدا میدانه. دانی که چی تب انتظاری سخت است فردای من و تو را خدا میدانه. گل افشان گل زیبی بهارا الها کاش باشه من و تو زیر بارا. گل افشان گل زیبی بهارا الها کاش باشه من و تو زیر بارا. من از غمیش که تو شدم دیوانه امشب تو بیا به خدمتم مستانه. من از غمیش که تو شدم دیوانه امشب تو بیا به خدمتم مستانه. ای کاش شرابی بوسم مستم سازی من مست تو گردم به می و پیمانه. ای کاش شرابی بوسم مستم سازی من مست تو گردم به می و پیمانه. گل افشان گل زیبی بهارا الها کاش باشه من و تو زیر بارا. گل افشان گل زیبی بهارا الها کاش باشه من و تو زیر بارا. الها کاش باشه من و تو زیر بارا.